امروز من میخوام شما یه حرکت بالا سینه بدم برای کسی که تازه وارد هستن و میخوان اولین حرکتشون رو اشتراک بزنن. خب این دستگاه برای وسط سینه است. اولین حرکت شما باید بزنید. شما اول باید وزن رو خیلی کم، به جایی که شما باید از هالتر آزاد استفاده کنید میتونید از دستگاه استفاده کنید. برای کسی که تازه وارد هستن هالتر اصلا خوب نیسته، باید خیلی مواظب باشید چون هالتر خیلی خطرناک است. ولی من به شما پیشنهاد میکنم که شما های دستگاه اولین بار حرکت شد بزنید و بعد وزن رو 2 یا 1 بذارید، دستتون رو محکم بگیرید. ولی اولین کار که باید میز رو قشنگ برابر کنید، کمرتون رو کمی آزاد کنید از میز، بعد سرتون رو اینجوری بالا بذارید، دستتون رو محکم اینجا میگیرید، بعد خیلی آرام به تمرکز استارت بدید حرکت. من سرتون باید پشت سرتون خوب تمرکز، نه خیلی جلو نه خیلی هم عقب که بشین. مچایتون رو محکم میگیرید. این اولین حرکت است که شما باید استفاده کنید، نه از هالتر آزاد استفاده کنید، به خاطر که خوب نیست و خود شما تازه وارد هستین و لازمه که شما رو آسیب ببینید.